خب سلام درود هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. امیدوارم همه خوب صحت سلامت باشین که گرمه موزی که بیا میکنیم. امیدوارم که همه خوب صحت سلامت سربلند بردن بخواد هم باشه. این سخنی ما با بگیم چجای تروریست با بچه تروریست که امروز یک نوار کرده است. واقعا نمی تماشا کردم نوارشا هیچ نفهمیدم چی میگه یا که چی نمیگه. خلاص به هر حال و برگه گوش کردم که من بچه چی گفتنی هست با فکرم چیزی گفتنی هست مراجعت کرده است بر من. از اول گپ تاخیر شد یگون معنی نداشت گپش. بعدی خودش کاغذ کرده است دفتر کرده است روچکه کرده است نوشته است مهنت کرده است. خلاص میخواست چیزی را برسونه اما من نفهمیدم. اگر شما فهمیده باشین من در برسونین زیر کامنت هم بچه چی بود. اما برای ما از همه یک گپش عجیب تافت که پدر من آرد آورده تقسیم کرده سالوی همون گویم یعنی سالوی همون گویم نداشتن همون قشاقی با خاطر یون بوده است که با خاطر اغوا انداختن بوده است. یعنی باز پدر من اغوا می انداخته است. کیو را اغوا می انداخته است؟ زنک و کودکا را نمیدونم چی گپ است. خلاص بچه بابی تروریست ببین یک چی را ببین در برای پدر من خواستی چیزی بگویم برای که پدر من را نمیدونی و بگیم که پدر من چه خیلی انسان بود. واقعا هم بگیم که پدر بابی کلون همش جمع کنی اگر بیاری و بگیم که چنین ناخونی پدر من همیشد. بگیم هم خیلی گیتی زور بود خدا رحمته. اگر در برای پدر من معلومات گرفتنی باشه و بگیم که از اون تاجیکستان معلومات پرا میگیریم همش و معلمی فیزیکولتورنی بود. برادر بختیار لنگریف شاگردش است. بگیم بسیار اینسان شاگرد داره رحمت پدر من. میتونی از امو یکون توش معلومات بگیری. اگر پهلوان گفته پرسی میگن برانگی پدر اعتبارین در دست شفتمت آدم کشتگی نبود و چقدر یتیما هستند در این کوچه گشته ایستادن. این بگیم که همون چیزی پدریت است یعنی از تیری پدریت کشیدگی است. و تو میتونی در برای پدر خودت معلومات تابطی که پدریت کی است. پدریت یک کریم رحیم تروریست است پدرت. در برای که من گفتم ترا این اطلاع کرموف گفتم موندمت نامتا در اونجا یعنی که تا خفه شدی یا که خستین اومدن گفتن که ما این یکی از نامهای خدا است یک نمیدونم یک چیو اونجا انیکدوت خوندی در اونجا. ببین یا همسایه ما سگ داشت نامش تایسن بود. این تقلید تحقیر و تایسن نبود پروستا مونده بودم. این دیمین چیزی است که احمقترین انسان شما خطی اولاد هم پدراتون هستین که شما خطونه با خدا برابر کردیستین. از هیچی نگو همیشه خطونه با خدا برابر کردیستین. میگن که نام ما کریم یعنی که نام خدا است یعنی خطه خدا کردیستین و هم پدر بیعقلی تو که نام خدا را در فرزند یا که با خچون با بابای بیعقلت موندگی است. نامای پیغمبر را میمونین و نامای خدا را میمونین. خداتون با ما مقایسه میکنیم و در الله دو طرفش رنگ رمود ترا ببینی باور که احوال تا ببین است هم شیطان خوب است. از شما کرده دیده و فکر هم شیطان خوبتر است. شما نمیتونی یک خد فروش خدا فروش
اینمی تو برای این انسانوی بدبخت بودن که همین دینا بازی دروندن در هر کلمه شون دین استفاده بردن بعد اون طرف دیدیم شون که خیلی بدبخت شیطان پدنالاتم دیگر بگم اینمی حاضرم همی کاری که کردی همی گفتی که گفتی کریم این نام خدا است نام خدا را مذاق کرده است ببین اگر پدرت عقل می داشت نام خدا را در یا که بابات عقل می داشت در پدرت یا بابا کلانت عقل می داشت نام خدا را می موند در شما خدا تو نکو با خدا سر می نبود میکنید میدونی نمیره این نام خدا هست ایرا مذاق نکه ایرا گب نزه شما احمقین که نام خدا را بگیم که میگیریم با خدا تو نام میکنیم اما آدمی که همین نامو را میمونه فکر نمیکنه که فردای نمی پدنالات یا الکش میشوه فردای پدنالات یا بز میشوه یک احمق میشوه هزار انسانو این پدنالات حقارت میکنن بعد یعنی که ما همین نام مانده ایستادم خیلی بگیم که فکر نکرده میکنن این کارو را برای که احمق هم بیعقلن هم اولادت بیعقلای با فکرم که هم خیلی نامو را با یک دیگری تون میگیرین میمونین خدا تون هم میدونون با خدا برابر میکنی گویا که شما را دیگر کسی گپ زدن در حق نداره برای چی؟ برای که نام خدا داره همه یک کینو ایندیسکی است بگیم همون کینو رول ما سیلکش همه مونم در فیسبوک و از شما خواهش میکنید تماشا کنید نمیتری بگیم که نمی بیعقلایی که نمی نام خدا را میگیرن در خدا شما میمونن میگن این کریم نام خدا است رحیم نام خدا است اینا را موندن این کم ایرا قرات کنه کافر میشه و عیدین میبروید زنش طلاق میشه و خیلی زنم طلاق شوه بدگیس خونتون در یگان که رویش میکنی نیکوی نوش میکنی پچ که سویجی گفتی همون گفت پرابلم های همی چیز انا ببینین همتر یک کینو هست ولی ما در فیسبوک ما هم کینو را میمونم شما تماشا کنین یک این از دیگر پلانت یک انسان با زمین میغلطه و بعد همون گردنبند چه میگیرن همون چیزی که فایرود کنه باید آدم را اما آدم های خیچه او را میدزدن بعد او برای جستجوی همون گردنبندکش پیش آدم ها میره آدم میگه که فقط در خدا یاردم میکنه دیگه هیچ که یاردم نمیکنه ایرا نه که آدم های ریلیگیوز سخت تماشا نکنید برای که شما برداشته نمیتونید این فیلم ده این ریال نه هست هم خیلی بسیار است ایرا پروست حل کردن در کار است هضم کردن در پیش آدم میره میگه که من چخیل کنم همون یک چیما پیدا کنم میگه ایرا فقط میگه همون خدا تو در یاردم میکنه دیگه هیچ که یاردم کردن نمیتونه میگه چخیلی او میگه خدا را میگه سر گفتم بود پرستو انده نشان میته بوده میگه همونجا میره میگه همونجا خدا را زورا میکنی بعد خدا تو را یاردم میکنه میره و زورا میکنه بیرون میبره این نمیفهمه پراویلای زمینه ده پراویلای شیطانوی زمینی را نمیدونه این میبره اما از آدم پول پارتفتستن در هم صدقه میکدگی جو و این میره و نگاه میکنه که آدم همون پول داده در عوضش خوراک گرفته ایستودن میگه کاغذ زور به دست میگرده میویه همون سرکفو همون بودخونه میویه و همون از درون یشک سم میگیره که کاغذ قطعی اوقات میدادم دیگه گفته و او را میخپن میزنن با میگیره با میزنن خلاص هم خیلی سه بار میزننش بعد همو کارتینکای بود دست که نکلیکای بود صورتشش همو یک تاش خیلی میشه در روش میچسبه این دفع سوم میدزده میره سوم میدزده میگیره و دزدی را نمیدونه پروست خیال میکنه کاغذ میگیری آدمو پارتفتستن میگیری میره بعد خراق میگیری میره و میگیره سوم آدمو سر میکنن میخپن نو زدنی میشون که روش اتری میکنه در روش اتیکتکای همون چی موندگی است همون بود نکلیکش همین میزنه میگه که هم اکو من میشوه
کی را داروش بود است ای را زدن ممکن نیست. همه گه زور بوده است میروا یا گلان نکلیکای بود میگیره در تنوش میچسبونه ماجو دکو میروا سوما گرفتن میگیره هیچ کس زداش نمیتونه دیگه. برای چی؟ برای که اونجا صورتی بود است زدن ممکن نیست. شما خطوناکو هم طریق دگیر کی نام ما خداست کریم نام خداست مرا گپ زدن ممکن نیست. یا کی نام دوم رحیم نام خداست مرا گپ زدن ممکن نیست. پدر نلتی احمقی خر همه برن مکه و مدینه بعد حاجی میشه و دیگه رو سوار شدن ممکن نیست. همراه صاحبش پیش با بیامونه خراش رو میرفتن مگر هم دیگه رو حاجی گفته هیچ که سوار نشود دیگه. اینم خیلی احمق خدا زده. اینم خیلی بگیم که یک دالبایوبو که اوتاش تروریست در برای اوتات گپ زد بگو این دفعه هم بنویسین در زیر کامنتش مایلی در برای اوتای که استانای گپ زدی یک در برای اوتای خودت بگو چند آدم کشتگی است اوتات چقدر بیوه کرد زنورا چقدر یتیم کرد کودکورا اوتایت سالای 90 چیکاره بود در کجا بود در کجا بود اوتات چیکار میکرد ریشنه قدر مونده در دستش автомат کوچه با کوچه آدم میکشت میگشت. امروز ریشه قاق تراشدگی گفت که هم گپا با امیدی 4 تنگه پول вот شما کیه لیتسوتون برای پول خطونه پراداج میفروشه. این حتی مردک باشه بیاین روز دوشنبه ما افیر کنم بیو در نامجا بیار که در برای اوتات ما پرسم که اوتایت کی است. ما ویدیوی اوتات دارم که در پیش ما گفتم تو کشتی اختوجی که گوه کشتگیم میفهمی امیره ما را حکومت بخشید ما را تو امومالی را کشه کشتی بخشید ترا تو دیپوتات را کشه کشتی بخشید ترا نه یتیمو نمیبخشن. میدونی چقدر انسانو بیوه موندن چقدر انسانو نانی خوردن نداشتن ای پشتی شما میدونی چقدر انسانو ای پشتی تو همین گروه ها دو گروه میدونی نمیره امروزه این همین نحس کسافتی ای پشتی شما هست ای پشتی یگان کس نیست ای پشتی نمید دو گروهی که زدن بین یا دیگری تون تاجیکستان آوردن در همین اینمی احوال زدن. اوتایت باید دیام در تماجنی سفره زفر بوده کار میکنم گفته در تماجنی مادم دولیا بتین 4 تنگه رای افته بود تازه نگیریفت دویده ای من سکی سلانه و خدا کو شما همی دسو میفتین در همی سری کنتون میزنین دسو میفتین سری کنتون در میزنین. نه خیلی بگیم که احمق هست. این همی حسیت اوتای نمی کریم رحیم تروریست اوتاش تروریست است. از تروریست کی میروه این همی حاضر اگر نارامی شوه این پدنالت با مثل اوتاش چقدر آدم یراق گرفته میکشه این پدنالت روز دراز در اینترنت اما چه دلیر مماله پیشت برومد ریدی درم ویخی درخت گفتی هم گپولتم میفهمی که بیا 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 ای تو بخدا بینی کود ما را بینیم با فکر همجا جود دارم قیام وری کو هم چی خواست که جونت میبروید دا جود ما مردم تاجیک هم مطرح بله هم ما مردم تاجیکستانی عزیزی ما انتظار هستن که ما برگردیم همین ملت آزاد کنیم از دست این یک گروه تروریست که در داخل موندگی است کو از دست این همون گروه تروریست ما آزاد کنیم این مردم البته این چیز سخت انتظار هستن. و اینای گل دسته گفتی کنه ما دا چیز در کار نیست گل دسته او شما تاری گل پرستین او گل دسته برای شما در کار است برای ما نه این کار فرق شالو خدا کنه همون روز رسه با سر بلند به انقلاب ما برمیگردیم
дар ватан. Аммо ман як чиз мегӯям ки ту бар ин инсон бояд номус кунӣ, нанг кунӣ, шарм дорӣ ки чӣ қадар инсонҳо ятим шидан, чӣ қадар занҳо бева шидан, чӣ қадар хонаҳоро сӯзондем, чӣ қадар падари ту дар вақти ҳамун ҷанг чӣ қадар духтарчаҳоро таҷовуз кардагиай кӯи падари ту. Медонӣ амира чӣ коро кардагиай падарат. бояд ку шумо ҳаққи зиндагӣ кардан дар ватан надорем. лекин ҳамун чулки беномусиро дарутон кашидагиен ку када шумо ҳаққи зиндагӣ надорем дар ватан. лекин шумо беномусо ку бо ҳамун падарат киштагии инсонҳоро фарзандош дар ҳамун кӯчаҳо мегарда, ту паданалати беномус тура мебина, падарта мебина. шумо беномусоро медонед намира чӣ қодам киштагӣ аст падарат. Падарат як террорист аст. Ту як фарзанди террористӣ. Биро дар бораи падарат гап зад. Ӯ қадар агар дина ҳимоя мекунӣ, Эмомалӣ гуфт ки сатри сиёҳпӯшо куркурона рафтор мекунанд, ино куран гуфтан сатри сиёҳпӯшо. Ӯ қадар мусулмонӣ аз дин гап мезанӣ. Марҳамат, Эмомалӣ ҳам занаш талоқ шид, тавҳин кард ба дина, таҳқир кард. Занаш талоқ шид, мачтора чапа кард. Эмомалиро занаш талоқ шид ё нашид олиям? азонҳоро ҳамаша баст, риш ётай тура бизвори ётад айтарша ришша гирифт. Эмомалиро занаш талоқ шид нашид? кубро гап за мардак бошӣ бачаи террорист. Ту бояд ку шкада ку хапакакак бояд шарм бидорӣ дар кӯчаҳо гаштанда ки падари ту дар ӯ кӯчаҳо хун рехтагиай, хуни нами тоҷикистониёра. медонӣ амира? Саломат сарбаланд бошӣ. Дигар видео накӯ паданалат.